سلام عزیزان، تو این هوای گرم و تابستونی یه آیسپک خوشمزه میچسبه. گردوها و موزهاتون رو خورد کنید به اندازه‌ای که از داخل نی آیسپک رد بشه. دیواره ظرف آیسپک یا لیوانتون هم به سس شکلاتی آغشته کنید. از موز و گردوهایی که خورد کردیم به همراه اسمارتیز داخل ظرفمون میریزیم. حالا بستنی وانیلیمون رو به همراه پودر کاکائو و شیر و سس شکلات و همچنین خامه رو داخل ظرف یا مخلوط کن میریزیم و حسابی میکسش میکنیم تا موادی به این غلظت به دست بیاد که نه شل باشه نه سفت باشه. موادمون رو داخل ظرف آیسپک میریزیم و چند تا ضربه میزنیم تا مواد به همه جای لیوان برسه. یکم خامه قنادی رو ور میداریم و چند دقیقه با هم زم میزنیم تا فرم بگیره و داخل قیف میریزیم و روی آیسپک همون ماسوره میزنیم. هم از آیسپک جذاب و دلبرمون امیدوارم این پست رو دوست داشته باشید.